به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان عزیز در هر گوشه از کنار دنیا که هستین، جور و سلامت و سرحال باشین و جور و صحتمندی شما آرزوی ما هست. سلام و عرض ادب احترامات تقدیم با عزیزای دل، اونایی که بیننده ما هستن و دوستی عزیز ما آقا بیادر صدیقی صاحب. خدا کنه وطندارای عزیز جور صحت سلامت و خوش و خندان باشین که لحظه‌ای که با شادمان هستین و با آقا بیادر. خدا کنه که همیشه آرزو میکنم که در کنار خانواده، در کنار فامیلتان همیشه خوش و خندان باشین. ما خیلی از راه دور و دراز آمدیم در شهر آنکارا دیگه برادر عزیز ما که آقا بیادر جان صدیقی را پیدا کردیم که دیگه این خدا را شکر دیگه دیدارش بودیم دیگه، تا که آقا بیادر را ببینیم از نزدیک بشینیم پرسان کنیم که آقا بیادر چند وقت از اینجا آمده یا که در اینجا هستن، در شبکه‌های اجتماعی که فعال هستن. خواستیم که از زبان خودش بشنویم که دیگه برای طرفدارای ما چی گفتنی دارن چی ندارن. دیگه این دیگه حالی آمدیم پیش آقا بیادر عزیزی ما، این دیگه حالی از زبان خودی آقا بیادر عزیز میشنویم. دوست عزیز سلام و سلامت باشی. شادمان صاحب خوب هستی؟ بخیر هستی؟ صحتت خوب است؟ جان و جور خوب هستی؟ و جا داره که ما هم تشکری کنم از تمام دوستای عزیزی که همیکنون برنامه ما را از چینل شادمان میبینن، سلام های ما را پذیرا شوند. ما شعر میگم از جانتن پیش جوان افغان ای جوان نمیتانتن. بخیر باشی و دوستایی که برنامه شادمان برادر را میبینن تماشا میکنن، پروردگار از شما راضی باشه، بخیر باشه و بیایی که یک کار دگام کنیم از آقا شادمان امی سابسکرایبش کم است، یک کمی سابسکرایبش کنیم. دیگه دوستاست دیگه خودشون میفهمن. خدا کمت نکنه. بخیر باشی. یک ویدیو را شادمان برادر ما انداخته بود، 6000 ویو گرفته، 6000 ملت رو دیده و 290 سابسکرایبر داره. حالا میره که دیدی چی میشه که اگر امور یک سابسکرایب کنی همون زنگوله را فشار بدی، این تو زنگوله که در گردن چی مندازن، در گردن گوسپند که مندازن اون زنگوله را فشار بدی، این اصل برنامه دیگه شد بتونی دگاهش هم میتونی راحت ببینی و این کارا میکنن انشالله. ما هم که دیگه دل ما پر است در جوانای وطن ما، چی که در خارج هستن چی در داخل هستن چی در هر جایی که مسافر هستن، من امیدوار هستم که دیگه بیننده باشن، بخیر و سلامت زنده باشی. و دیگه چی، هر دوست ما که انشالله پروردگاری دست به دست محتاج نکنه. الهی آمین. و اگر شما دوان در کدام کار بند میمانید تا حتی در یوتیوبش در کامنت نوشته که یه دقیقه یوتیوب سعی میکنه شادمان بیادر مدینی هستم، بیادر خدمت میکنه، خدمتتان میکنه تا حتی میگه در این ویدیو شماره تان بزن که دوستا هر مشکلی داشته باشن دوان اینطور است که امی بندش است. بله 100%. یک روز نه یک روز حتما این کارا میشن. بله یک دوستی ما هم که دیگه برای ما پیام داده بودن، زنگ زده بودن، فکر کنم که اتریش هستن، گفتن که بیادری ما در مرز گم شدن، تا که واسه تواناییم که میکشیدی طرف و طرف برشان سر زدیم دیگه کردیم. خدا کنه که او هم بیننده باشن که دیگه برنامه ما را دیگه انشالله از پشت کاراشان هستیم دیگه. اگر خواست خدا باشه چیزی که تواناییم باشه ما دوان هستم. بله ما در خدمت همین دوستا همین وطندارا هستم، ما هیچ کدام گپی ندارم، شب است روز است هر وقت که باشه ما در خدمتشان هستیم، کارشان انجام میدیم. هیچ دقیقاً. تو بخیر باشی، سلامت باشی، زنده باشی. اوی آلتون تو کسی ها هیچ کدام فرق نمیکنه. خود سوال کو دیگه من در خدمت هستم دیگه. ما آقا بیادر عزیز از شهر وان ما آمدیم در شهر شما دیگه. خدا کنه که شما جور صحت سلامت باشین، پیرن عافیت در تن داشته باشین و دیگه امشب هم دیگه شب 40 است، درازترین شب یعنی یک سال هستم. آمدیم اون پیش شما گفتیم که شما چند وقت میشه در اینجا زندگی میکنین، خب چند وقت میشه که آمدین دمی شهر آنکارا هستیم، خواستیم از بابت همین برای ما یک معلومات بدین که دوستای ما اکثر وقتا برای ما پیام دادن گفتن که آقا بیادر آمدن وان، کجا هستن کجا نیستن، قاچاقی آمدن یا پاسپورتی آمده برای دوستای عزیز. گفتیم که بله آقا بیادر
پاسپورتی آمدن، قانونی آمدن. بله این دیگه حالا از زمان خودشان میشنویم. چند وقت و چند ماه است که در اینجا زندگی میکنه. دوستای عزیز تو شادمان عزیز بخیر باشی، سلامت باشی، زنده باشی. من مدت 2 سال میشه که در ترکیه رفت آمد دارم و میرم و میایم. به می دلیل دیگه ما قاچاقی آمدیم، با پاسپورت آمدیم، اقامه دارم و در شهر آنکارا زندگی میکنیم و راحت در هر ولایتش رفته میتونیم، میریم میایم میگردیم و ای که دوستای ما، عزیزای ما لطف میکنن، سوال میکنن. پروردگار از شما راضی باشه. سلام و عرض ادب احترامات تقدیم دوستای عزیز. خدا کنه که هر جای کسین جور صحت سلامت و خوش و خندان باشین. دوستای عزیز بیننده ای که برنامه ما هستین، خدا کنه که جور صحت سلامت باشین. دوستای عزیز بخیر آمدیم. ما این آنکارا هستیم، دمی پارک شیشتیم، چکر زدیم. بخیر جای شما خالی. خدا کنه که شما تو یک جای گرم و نرم و خیلی صفای بالا آزاد داشته باشین. قربانتان دوستای عزیز که شما تا ایدم با ما بودین و شما را دیدیم و خدا کنه که هر جای کسی اینجور صحت سلامت باشین، پیرن عافیت در تن داشته باشین. و این را عرض کنم که براتون دیگه یک خواهش دوستی برادری است که همین کانال ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین که همین کانال ما یک کمی تقویت بگیره. خدا کنه که دیگه خودتان میفهمین برنامه‌های خوب و زیبای ما، شیرین ما برای شما تقدیم باشه که با کنار خانواده دوستاتان خودتان ببینین و خوش شوین. این آقا بیادر هم پیدا کردیم و نموجا قرار گرفته 6 تا و مصروفی تلفن هستن. آقا بیادر هم که دیگه آمدیم امروز قطعی آقا بیادر دیگه اینجا دمی پارک شکر آمدیم. جایتون خالی. خدا کنه که شما دیگه خوش و خندان باشین. این برنامه ها را ثبت کردیم که چون دیگه امشب شوی یلداست، از صمیم قلب شوی یلدا را، شوی در راسترین سال شبش برای شما از صمیم قلب تبریک میگم. خدا کنه که خوش و خندان باشین در کنار خانواده با کلی وسایل شب یلدا. هم دیگه از طرف شادمان گرم و نرم تقدیمتان دیگه چیز دیگه نمیگم براتون. دیگه دوستای عزیز سلامت باشین. خدا کنه که دیگه شما در هر جایی که در هر گوشه و کناری که هستین فقط جور صحت سلامت باشین. تا دیداری بعد. چشمان ایران مایوسان